تنها 19 نفر آموزگاران دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان از واکسیناسیون گذشتند. آنها با واسطه واکسن شرکت استرازنکا ایمونیزاسیون گردیدند. اینچنین استادان و شاگردان دانشکده سال جاری یگان حالت سرایت به ویروس کووید 19 به قید گرفتن نشده است. سال گذشته باشد از این دانشکده 3 نفر استادان بر اثر این بیماری فوتیدند. این و دیگر مسائل ها در نشست مطبوعاتی دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. از جانب دانشکده 19 نفر از واکسن گذاشتند و دور دویمش به سنه 29 ایول در همان پلیکلینیک رقم 4 شهر خوجند به قید گرفته شده است. در دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان 3467 نفر دانشجویان در عموم تحصیل دارند. معاون رکتور دانشکده ابراز نمودند که دانشجویان پول را با جای کاری تامین می‌گردند. اینچنین دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان با بسیار کارخانه‌های حدودی ولایت بیرون از آن و شرکت‌های بین‌المللی همکاری دارند. پول را با جای کاری تامین شده این دانشجویان این از سبب آنکه دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان یگانه دانشکده است که در این سمت به راه مانده شده است. برای همین نیاز به چنین کادرها خیلی زیاد است. استثماری باشیم در شهرک استقلال به فعالیت سر می‌کند که کفالت تا 5000 خط کننده‌های ما رو به جای کار تامین نمودن در رویه کارکردی کارخانه کندنی فایده‌نامه متالورژی علاقه شهرنامه بسته. همچنین آنها خودشان مقتدر هستند که دانشجویان ما رو با زبان خطایی فرا میگیرند. همچنین در نزد دانشکده ما دانشکده کانفوس داریم که نوابسته از این شرطنامه‌ها و داده‌ها دانشجوی خود را تیار می‌کنیم. مسئولین دانشکده به ما اطلاع دادند که در دانشکده در سال جاری از طرف دانشجویان یگان نمود جنایت صادر کرده نشده است، زیرا هر روز از طرف استادان دانشکده کارهای فهماندهی گذرانده می شود. در دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان 211 نفر دختران تحصیل دارند. مسئولین دانشکده به ما اطلاع دادند که هر سال زیاده از 80% دانشجوی دختران با کار تامین کرده می شوند. در اختصاص‌های اقتصادیات، اکولوژی دانشجویان تحصیل میکنند. بعد تحصیل قریب 80% دختران به کار تامین کرده می شود، اساساً در بانک ها. با واسطه کاستینگ در بانک های اسخط، اروند امروز آنها فعالیت کرده شدند که ما امروز با ابتکار رکتور دانشکده باز یک اختصاصی در منیجمنت اکولوژی فعالیت می‌کنند که امروز از مرکز ملی تستی از آمارها نشان می‌دهد که سطح دختران خیلی درازی شده است و ما در آینده در تشویق و ترغیب نقش خود را می‌گذاریم که دانشکده ما دانشکده تکنیکی است، سطح دختران خیلی کم است. ما در آینده تصمیم گرفتیم در این کار گزارش مهرانگیز عبداحد و یوسف یونوسف برای برنامه اطلاعاتی خبر.